اگر گناه نکنید به بدتر از گناه و بالاتر از گناه برای شما میترسن. ببینید حضرت داره میگه یه چیزایی هست که تو لیست گناه ها نیست، تو فهرست گناه ها نمی نویسنش، اما خود گناه خیلی بالاتره. اون چیه؟ این که انسان شیفته خودش بشه. امام صادق فرمود اگه کسی خودش رو بهتر از یه نفر بدونه مستکبره. و آقای امام حسین فرمود اگه خودتو بهتر از کسی بدونی بی ادبی. ادب، ازش سوال کردن آقا ادب یعنی چی؟ فرمود ادب یعنی که تو از خونه وقتی بیرون میای چشمت به هر کس خورد بگویی از من بهتره. بهتر از همسرم نیستم که الان بهش انتقاد دارم، بهتر از خانواده همسرم نیستم، بهتر از هیچ کس دیگه نیستم، بهتر از هیچ کس دیگه. پس وقتی اینجوری هست آرامش، ادب، تواضع، کوچیکی، مهربانی کار سختی نیست دیگه. و من تواضع فی الدنیا لاخوانه، کسی که برای بقیه، برای همه مردم، برادر و خواهرای دینیش تواضع کنه تو دنیا، حالا ببین چقدر اوج میگیره این آدم. میفهمد فهو عند الله، این آدم پیش خدا من الصدیقین و من شیعت علی ابن ابی طالب علیه السلام. این شیعه علیه. شیعه علی یعنی هیچ وقت خودشو بهتر از هیچ کس نمیدونه و در مقابل همه تواضع داره. انتقاد به کار داریم ولی شخص رو دقت کن، خودتو بهتر از اون ندون، خودتو آبرودارتر از اون ندون.